امروز میخوایم درباره یه اتفاق خیلی خیلی جالب حرف بزنیم که تو بازارهای جهانی افتاده. سلام. بله واقعا جالبه. قیمت طلا یه جهش بی سابقه داشته. یعنی هر اونس ترویی طلا که خب واحد سنجششه برای اولین بار رفته بالای $4000. یه رکورد تاریخی. دقیقاً. و نکته مهمش اینه که این افزایش توی شرایط خاصی اتفاق افتاده. با الگوهای قبلی مثلا بحرانهای بزرگ مالی یا حتی اون اوایل کرونا تو 2020 خیلی جور در نمیاد. انگار داستانی کم فرق میکنه این دفعه. دقیقاً. سوال اصلی ما هم همینه. میخوایم بفهمیم چرا طلا اینجوری رفته بالا. اونم وقتی که جالب بخشایی از بازار سهام مثل سهام‌های تکنولوژی، هوش مصنوعی اینا خودشون دارن رکورد میزنن. این همزمانی یکم گیج کننده است نه؟ شاید شما هم دارین به همین فکر میکنین که چی شده واقعا. خب بیای با هم یه نگاهی بندازیم به عواملش. عالیه. بسیار خوب. اول از همه خود این افزایش قیمت. اگه به نمودار قیمت قراردادهای آتی طلا نگاه کنیم، می‌بینیم قیمت‌ها رسیدن به $4000 برای هر اونس. این یعنی چی؟ یعنی حدوداً 50% افزایش فقط تو همین امسال. 50%؟ این واقعا عدد خیلی بزرگیه. گفتی این حتی از واکنش بازار تو بحران‌های قبلی آمریکا هم شدیدتر بوده؟ بله درسته. مثلا اگه برگردیم به شوک تورم 1979 یا همون شروع همهگیری 2020 میبینیم طلا اون موقع‌ها نقش پناهگاه امن رو داشت. یعنی وقتی تورم بالا بود یا اوضاع اقتصادی خراب میشد، سرمایه‌ها میرفت سمت طلا که ارزش پول حفظ بشه. دقیقاً. اما الان وضعیت یه جورایی غیر معمولیه. از یه طرف بخشی از بازار سهام داره رکورد میزنه، از طرف دیگه نگرانی‌های جدی هم هست. نگرانی در مورد سیاست‌های داخلی آمریکا، مثلا کسری بودجه‌شون که هی داره بیشتر میشه یا احتمال تعطیلی دولت. ولی انگار نگرانی از تورم بلند مدت یکم کمتر شده، درسته؟ آره، به نظر میرسه نگرانی اصلی الان تورم بلند مدت نیست. این ترکیب جالبه. یه ترکیب نامتعارف از خوشبینی و نگرانی همزمان. و اشاره کردی به نقش سیاست‌های پولی، مثلا فشار دولت ترامپ برای پایین آوردن نرخ بهره. بله، اونم بی تأثیر نبوده. روند قیمت امسال رو ببینید جالبه. اوایل دوره دوم ترامپ قیمت‌ها یه جهشی کرد، بعد تابستون یکم آروم گرفت تا اینکه آقای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، تو ماه آگوست یه سخنرانی کرد. همون سخنرانی که یه جورایی سیگنال داد ممکنه با اینکه تورم هنوز بالاست، نرخ بهره رو بیارن پایین. دقیقاً همون. پاول گفت که خب با توجه به تغییر چشم‌انداز ریسک‌ها، شاید لازم باشه سیاست‌ها رو تعدیل کنیم. بازار این حرف رو چی برداشت کرد؟ اینکه فدرال رزرو داره کوتاه میاد یا حداقل در برابر فشارها مقاومت نمیکنه. و از همون موقع قیمت طلا دوباره اوج گرفت. بله، اوج گرفت و از $4000 هم رد شد. و پس یه عامل مهم شد انتظارات از سیاست پولی آمریکا و نگرانی‌های داخلیشون. بریم سراغ عامل دومی که گفتی، نقش بانک‌های مرکزی جهانی. بایر طلای بانک‌های مرکزی رو نشون میده. ببینید از زمان بحران مالی 2008 بانک‌های مرکزی تو کل دنیا به شکل خیلی محسوسی خرید شمش طلا رو بیشتر کردن، خیلی بیشتر. واقعاً انگیزه‌شون چی از این خریدها؟ دنبال چی هستن؟ خب به نظر میرسه یه بخش مهمش برمیگرده به تردید نسبت به پایداری سیستم مالی فعلی دنیا. چون این سیستم خیلی میدونید گره خورده به اقتصاد آمریکا، بانک‌های آمریکایی، سیاست‌های فدرال رزرو. یعنی $10,000 پادشاه بیچون و چرای ذخایر ارزی بود. دقیقاً. حالا انگار بانک‌های مرکزی دنبال تنوع بخشیدن به ذخایرشون هستن، دنبال دارایی‌های جایگزین برای دلار به استقاح. پس این خریدها مثل یه جور رأی عدم اعتماد ملایم به وضعیت فعلی سیستم دلاریه؟ میشه اینطور گفت. و جالبه که این روند خرید همچنان ادامه داره. خیلی از تحلیلگرای بزرگ وال استریت پیش بینی میکنن که سال آینده هم بانک‌های مرکزی به خرید طلا ادامه میدن. که این خودش قیمت رو بالا نگه میداره یا حداقل حمایت میکنه ازش. بله، یه عامل حمایتی قوی به حساب میاد. بسیار خوب.
پس عامل دوم شد تقاضای سنگین و پایدار از طرف بانک‌های مرکزی. این ما رو میرسونه به عامل سوم که فکر می‌کنم خیلی به این دومی ربط داره. عملکرد خود دلار آمریکا. دقیقاً. نمودار سوم عملکرد دلار رو نشون میده. دلار آمریکا تو سال گذشته عملکرد خیلی قوی نداشته. حتی یه شاخص هست که نشون میده دلار ضعیف‌ترین نیمه اول سالش رو تو 50 سال گذشته تجربه کرده. ضعیف‌ترین تو 50 سال. عجب. دلایلش چی بوده؟ چند تا عامل دست به دست هم دادن. یکیش تمایل دولت ترامپ بود به اینکه دلار ضعیف‌تر باشه. که به صادرات آمریکا کمک کنه، درسته؟ چون کالای آمریکایی ارزونتر میشه برای بقیه دنیا. بله. عامل دوم عدم اطمینان نسبت به چشمانداز اقتصاد خود آمریکا بود. مثلا بحثایی که سر تعرفه‌های تجاری پیش اومد، مثل اون قضایای روز آزادی تو آوریل، اینا بی تاثیر نبود. و نگرانی‌هایی که گفتی در مورد بدهی و کسری بودجه‌شون هم حتما نقش داشته. قطعاً، به خصوص بعد از تصویب اون طرح‌های مالی خیلی بزرگ، مثل اون لایحه‌ای که معروف شد به لایحه بزرگ و زیبا، این نگرانی‌ها رو خیلی زیاد کرد که این کسری بودجه عظیم چطوری قراره تامین مالی بشه. احتمالاً با بدهی بیشتر. و همه اینها خب فشار میاره روی ارزش دلار. و وقتی دلار ضعیف میشه، طلا برای سرمایه‌گذارها جذاب‌تر به نظر میاد. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، یه ترکیب پیچیده داشتیم. انتظارات از سیاست پولی آمریکا و نگرانی‌های داخلیشون، خریدهای کلان بانک‌های مرکزی دنیا که دنبال تنوع بخشی هستن و ضعف خود دلار. بله، این سه تا عامل اصلی به نظر میرسن که این جهش بزرگ رو رقم زدن. اما خب همیشه این سوال هست که آیا این روند ادامه پیدا میکنه؟ این قیمت‌ها پایدار میمونن؟ سوال خیلی مهمیه. باید احتیاط کرد. تاریخ به ما نشون داده که بعد از اینجور رشدهای انفجاری احتمال اصلاح قیمت یا حتی رکود وجود داره. همون مثال 1979 رو یادتون بیارید. بعد از اون جهش بزرگ تو سالهای بعدش بخش قابل توجهی از اون افزایش قیمت واقعی طلا از بین رفت. پس یه ریسکی هم وجود داره. چه چیزهایی میتونه باعث بشه قیمت‌ها برگرده پایین؟ خب ببینید چند تا اگر مهم وجود داره. اگر نهادهای آمریکایی مثل فدرال رزرو استقلال خودشون رو حفظ کنن و جلوی فشارهای سیاسی بایستن، اگر تورم واقعاً کنترل بشه و پایین بیاد و اگر رشد اقتصادی آمریکا ادامه پیدا کنه، اینها میتونن فشار بیارن روی قیمت طلا و باعث کاهشش بشن. دقیقاً اینها عواملی هستن که میتونن روند رو معکوس کنن. بسیار عالی. پس دیدیم که این رکورد شکنی قیمت طلا یه داستان چند لایه و پیچیده داره. ریشه‌هاش هم تو شرایط غیر معمول اقتصادی و سیاسی آمریکا هست، هم تو تغییر رفتار بانک‌های مرکزی دنیا و هم وضعیت خود دلار. و البته هیچ وقت نمیشه با قطعیت گفت آینده چی میشه. بازار طلا همیشه به تحولات جهانی خیلی حساس بوده و هست. و این یه سوال جالب رو برای شما شنونده عزیز باقی میگذاره. این قیمت بی سابقه طلا اگه فراتر از نوسانات عادی بازار بهش نگاه کنیم، واقعاً چه پیامی داره به ما میده؟ پیامی درباره تغییرات شاید عمیق‌تر تو اعتماد جهانی به سیستم‌های مالی یا حتی یه بازارایی بزرگتر تو ساختار اقتصادی آینده؟ دقیقاً. نکته‌ای هست که میشه خیلی بهش فکر کرد. از اینکه تو این بررسی همراه ما بودید خیلی ممنونیم. فراموش نکنید کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید تا از گفتگوها و تحلیل‌های بعدیمون با خبر بشید.